بخونکی خدای تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. درنو لیدونکو تاسې ګورئ چې نن موږ د سرو رود ولسوالۍ ته راغلي یاستو چې دلته هم یو غریب او ناچاره کورنۍ ژوند کوي او غواړم چې دوی سره د نږدې نه وګورم چې دوی په خپل ژوند کې د کوم ستونزو سره مخامخ دي. موږ سره پاتې شئ، خپرونه تر پای پورې وګورئ. تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې د کورنۍ ته راغلی یاستم چې دا هم بېوزله او غریبه ده او غواړم چې د خورکۍ نه یو څو خبرې واورم چې دوی په خپل ژوند کې د کومو ستونزو سره مخامخ دي. ستړی مه شې خورجان. خیر اوسې خورې. خورجان ته اصلي د کوم ځای اوسېږې؟ از خیوه هستیم خوارک ما. از خیوه هستیم خوارکی تو دیگه چاره ما نیستی توی ورای ما خوارک پرسان ما نمیکنیم نرسان ما نمیکنیم از یکی را مزریج میکنیم از دیگر را مزریج میکنم خوارک می یک گوٹاو ما تاک مزری مردم نکنم می یک گوٹاو هم نمیتین بر ما تاک شوی ما پودری نبود کل ما به ورای ما متیاج ما بود علی برای ورای خود که زنگ میزنم موبایل میگیرین سر ما بند میکنین خامخا آرد نبیاریم روغن نبیاریم ریزای ما صغیر مریض هستین دیگه هستین خواره از یک خیرات زیاد بتنگ میایم خیرات جنگ میکنم بیا خواره هیچ وز ندارم دیگه هیچ وز من نیست که ما چه چاره کنم شوی ما پودری از خواره که می تو چاره من نیست که ما کوام طرف بگردم کوام طرف نبگردم بیخی پتنگ آمنده هیچ چاره من نیست خواره بیخی پتنگ آمنده ما پتنگ آمدم خوارکی صغیر ریزم از یکی را مزریج میکنم از کسا نانش پخته میکنم سر زی پلاسی می تو گذارم میکنم تا دکتانم میمانم تا دکام میمانم ایشان مرا چاره مانه خوب پیوارم دارم کمک نمیکنین که ما خوب دیگه هستین زنگ میزنم موبایل میگیرین سر ما بند میکنین خامخا کمک نکنین که دختره که ما مریض هستم این رودش میبره اگه چاره من نیست ما با دختر خود ما دوا کنم. همشیری خان وقتی که شوهر شما محتاط نبود زندگی شما چه قسم بود و حالی چه قسم میگذره؟ مثل از ما کدن از سگ و از خرم عمرش خوب است. اول عمر ما خوب شوی ما دفعه سپا بود خوب جلو رو بودم شیر کندش که میتل بیدم شوی ما بر ما میآورد. شوی ما حالی تو شد مام در پدر ازم شوی مام در ساغن بشینه گریان میکنه در ساغن اگر روزی نیست نان بخورین ما هیچ نه با داروی هستیم ما با دوا هستیم ما با دیگه هستیم ما یکی را مزریج میکنیم از دیگر را مزریج میکنیم حالا موتیاج علی میگردم مریض شو چه کلینی میبرم مگر دوا شوش نشدی جمیارم خلاص رقم شوش دیر دختر ما 15 سال است تابالی رنگ سر رنگ چی حالت چی نه حال نیست. همشیری خان بر زینمی اشتکایت که نفقه از کدام را چطور پیدا از کس کالا میشم از کس پرشاش میشم کلیش هم سایگرد شاید هستین از کس نانش پخته میکنم دیدم از کس پرش نبیاره کس کالا ششتن نبیاره کس نان پخته کردن نبیاره دم مجبور میبره مرجع یا دم ماجد خاشش نم یا خیرات جمع کردم دم میارم بر ریزه خود میدم بر ریزه ما میخورین خلاص حالی میگم ازی که بر ما خدا مرگ بده میگه ریزه مرگ بازی که خدا بر مرگ بده خوب است زندگی حالی خوش ندارم من مرگ خوش دارم از این مردار زندگی که ما بمبرم خوبه من میگم نرده خدا چهره بمب پر کلی خدا حالت پد باشه نی زندگی از مالی زندگی نی ما تمام رو خیرات جمع میکنم تمام رو مزری مردم میکنم از مالی چاره من نیست از ما زیاد بتنگ آمده من زیاد زار ما به ترقیدن آمده نه طرف پدر خیلی ما مادر من نیست نه طرف پدر خیلی ما مزد نه طرف خسر خیلی ما مزد در به درد ما پنج شش خلاص کرام میدم اینجا یک رپا جمع میکنم از کس ریزه ما تمام رو بر یک رپا پپنگ میزنم ما خزانه مندم یک رپا کرای خانه را میدم بیل برقا را میدم اگه وزن ندارم بمبی ما خراب است بمبا جول کردن نمیتونم این تو مثل چکاو میبره در بمبی ما چاره من نیست که ما بمبا را جول کنم و ما چه نمی بر ریزه خودم میدم دو تا پا خانه سر ما ابتید خدا ما را نگاه کرد خواره دو تا پا خانه سر ما چپش در این خانه که شما زندگی میکنین همشیره شما با کرایه است؟ ده کرایه هستیم خواره کرایه هستیم 5000 بار کرایه میدیم خواره اول 6000 بود بعد 6000 خانه سر ما چپش شد دیگه شد بعد 5000 بار میدم 5000 بار میدم وزن ندارم من یک رپا جمع میکنم من دیگه میکنم کرایه خانه را میدم میرم اونجا گرن در نانده یا میگردم یه لقمه نان جمع میکنم بر ریزه خود میارم خواره ریزه ما میخوریم از مزیاد زار ما ترقیدن من نصف شو من خانه میم کس که کالا ششتان و دیگه لطو بطن نبیارین من نصف شو خانه میم
همین به خاطر رضای خود. شما یادآوری کردین که خیرات جمع میکنم وقتی که مالک خانه بیا پشتن که ما پوره شده اسکره بده بس شما چی میگم میدی بده نمیدی برای کوچه تو دی ولی بردا برای هر طرف میری برو برای مجبور داد یاد کسی اب خرس خاطا وردیم یاد کسی پور خاطا وردیم چه نمیشه از خانه یه تو نو کاله ما بود نه کاله ما پیدا نه خانه خالی نه پیدا نه کاسا پیدا نرا ما کلی سودا کردیم هیچ چیز ما نپیدا اگر نپیدا ما لیاپا بگیرم دستار برده مودا پا آرد ما نبود کرای خانه سر ما من جانو خود کالا پروتم یالی که کسی که کلی جانه ما کالا یا خریدیم ما مجبور نباشم ما جانه خود کالا نمیپوشم بلکه مردم جان منده نو کالا خود ما پروتم درنو هیوادوالو که تاسو غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړي نو د هدیه هریه بنسټ وایبر واتساپ ایمو په دې شمیرو موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د وایبر شمیرې دي 0039881515 موږ سره پاتې شئ او د دغه کورنۍ نور ستونزې هم تاسو ته په ګوته کوو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا خورکۍ ګورئ چې زما تر څنګ ناسته ده او غواړم چې دغه خورکۍ سره یو څو خبرې نورې هم وکړم همشریقه وقتی که شما به خانمای دیگه میبینید که لباسای نو نو در جانشان میباشه زشتکایشان میباشه دل شما چی میاد؟ گریان کده سیستم خورکۍ چند میگم نه بنیانه دارین نه دگه دارین گریان کده سیستم خورکۍ بس ندارم ای تو گریان کده میشنم نفس من نه دگه چاره ما چیزی میگم برو پدر تو خوب میشه دختر ما پدر تو خوب میشه میارم این دختره که من مریضم گفتم برو پدر تو میار هر چیز باشه پدر تو میارم ما خیرات جمع کردم پر تو میخرم گریان میکنه نیچ میگم مانی دای کوچ از مردم تا جان نو کالا نو دگه سوار هیچ وقت ندارم نه هیچ وقت ندارم ما چی بگیرم بپوشم یا دگه کنم خورک هیچ وقت من نیست چاره من نیست خورک گریان کردم ریزای ما میشینم خورک چاره من نیست ناز ریزای ما کالا پیدا ناز خود ما کالا پیدا کلی پروتم خورای چاره من نیست از ما دیگه زار ما به ترغیدن آمد از خورای این چاره من نیست دیگه همشریقه دمستان هم زشتکایت کالای گرم یا چیزی گرفتی؟ نه خورک هیچ چیز هم نگرفتم زد خودشم هیچ چیز هم تلیشش همی تو کالای کشکی دارین کلی مردم روان کردن کلی همی گر چاپیرا مردم شاهد هستی کلی مردم روان کردن ما بر ریزای خود میپوشانم هیچ چیز ندارین صبح که شو لالالا کلی شتا پتایی تو دیگه میشینم ما مزری مردم هم میکنم یا آخرایی تو لالالا قراغو یک طرف دیگه طرف میگن نه چپلاق دارین نه بوٹ دارین نه صحیح کالا دارین اون دفعه برای بار خود زنگ زدم که برای بار خود زنگ بزنم که بنیانو کالا روان کنه گروپ سر ما موبایل اپن که تو خورک چاره من زار ما به تلقیدن آمدم ما میگم نازی که دا خدا که مرگ بدا زندگی از ما خوشحال نیستم سر زندگی خورک ازی که دا خدا مرگ بدا خوبندگی تو زندگی من زار ما زیاد ترغیبن آمدم شام خودن که خانم میایم ریزه ما گریان میکنین که مادر ما کچار رفته است ما شام میایم تو پندگی خود هر چیز میکشم پلا ریزه خود میمانم ریزه ما میخورین خورک کلینی پختان میرم ده کلی دسته تاما میرم ده دیگه میرم اول با مردم چیه نامی از کسا مزری میکنم مگه باشه نه باشه تا پختانم پای میرم تا پاتما زارم پای میرم خواره بریزه خود دوا میکنم مموجه با یک رشکه من زاری میکنم من تاو چه ببر با دیگه رشکه من زاری میکنم تاو چه ببر اگر نبردین تا زرن میشینم تایی چه میارم خواره با کلی هم گرتم سایه شاید سر ما کلی چیه نگره که شاید هستیم این عمر ما خوب عمر نیست خورک هیچ کس هم که ما دیگه نمیکنه این مسایه را دیگه میکنم کالش آنه میشیم یا نالش پخته میکنم عزیز پتماندگی خطا یا نه بر من روان میکنم ذات خدا تین میکنم همشری عزیز حالی از تاریخ هدیه هریه بنسټ که کدام خواهرها و برادرها که شما را میبینه شما برزنا چی گفته اید؟ ما باید ممتیم باید مپل کمک کرن مپل باید ابی واره کمک کرن گوسا واره کمک کرن اویان سماره کالو گران اویان سماره مرزی واره جوړ واره روپی داندیم کمک باید کرن ابی واره گوز واره ایشه واره باید مپل کمک کرن مو بیرو بیچاریم وزن ندارتیم اویان مریض بتون جوړ بتون باید پرسانی کرن ان مسلمان تیا باید ماما واره کمک کرن باید تاک زندگی مو باید دو کتی تیا واره مو بیرو دعاگریم من ملایم گندی مانه چی مو بیرو دو کتی واره خدا خیر و برکت دیتی خدا ایماندار نصیبش کریا کی کمک کتو ان کتو نه کتو
مننه خورجان. درنو هیوادوالو دا خوراکۍ په خپل پشایي ژبه کې تاسو ته پیغام ورسوو په دې هیله چې دغه خوراکۍ تاسو یوازې پرېنږدئ او د خوراکۍ سره مرسته وکړئ. بیا هم تاسو ته د هدیه هریه بنسټ شمېره تاسو ته وایم چې 0039 98 1545 موږ سره باید شاملتیا مو وکړئ. خرقا شما بیشتر هم یادآوری کردین که شما بیرون ببرید و خرج جمع میکنید. از این اشتکای تا کی سرپرستیش میکنه؟ دروازه رو قلم میکنم امی تو میبرد تا که دیگه نماندم دروازه قلم میبازه طرف بینون دروازه قلم میکنم تا نصف شو یاده میام یاده دسر سمن خواهم میبازی یا خانه خواهم میبازی یاده دیگه من میخیزانم دا یا سوپ جمع میکنم یا یک چیز دیگه جمع میکنم بلده ریزه خود میمانم میخورین وارگه چاری من نیست هر چیز جمع میکنم یا سر سمت یا خانه یا دیگه خواهم میشین امی تو خراب سینمان خواهم میشین خراب امی تو دیگه میشین چاری من نیست یا از کسا مزریش میکنم یا خیلی یک چیز میکنم یا دیگه چیز میکنم وارگ برای خود که زنگ بزنم دیگه میکنین موبایل بند میکنین تا که اشوی مرا زور خاطش بود امی تو بر ما چاپلوسی میکردین اشوی مرا که امی تو ای تو پودریو چرسی شد حالی خود جمع میگیرین پرسان ما نمیکنین وارگی نه پرسان ما میکنین نه ارسان ما میکنین امی تو گر میگردین یک جای دیگه جای خلاص هیچ چیز هم نمیکنین وارگی چاری من نیست از مالی جانی من نیست دیگه دل من ترقیدن آمد نسیده زارا ای تو تا شکم ما پیدا شد ما رفتم گفت دکتر گفتم ایسو پڑتا دکتر گفت گردن تو بند میشه ایسو نپڑتا علی خدا داد از من تو ما میگم مر جای بم بپرم یا 4 ریزه ما 5 ریزه ما بپر هر جای بم بریم قرار مالی زندگی مد ما خوش من نمیاد مالی دل ما بتر خواهد بس المالی بی زیاد دل ما بتنگ آمده زیاد دل ما بتنگی آمده دختره که من مریضه نشیر خوردم میتانه نه دیگه خوردم میتانه ده بیچاره رفتم کلینی بردم ده کلینی هم چیز نداد پس آمدم پس آمدم وارگی چاری من نیست از جای این بات هم یک گوٹا هم که 10 مردم که میتل بی تا که مزری مردم هم نکنی هم یک گوٹا هم کس بر تو نمیتا ای تو دل ما بتر ترقیدن آمده دل ما بیخی بتنگ آمده مالی درنو هیوادوالو تاسو دغه خوراکۍ خبرې مو اورېدې چې د دې په غېږ کې چې دا ماشوم دی دا هم مریضه دی وس او توان نه لري چې یو ښه ډاکټر لی بوځي نو تاسو نه هیله کوو چې دغه خوراکۍ سره مرسته وکړئ او دغه لاسنیوی وکړئ چې دغه خپل ماشوم یو ښه ډاکټر ته ویسي چې تر څو دا ښه روغ او جوړه شي. دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې زه نیلم افغان او ما سره د کمرې په برخه کې اجمل نووي ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکی خدای وسپارو. الله مو مل شه.